تمام قصه اینه اگر ایران نمیگفت مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، الان ما ژاپن دوم بودیم، الان ما یک سنگاپور بودیم، الان ما یک مالزی بودیم. اما چند تا بیمار روانی، اینا ناشی از یک نوستادیسم، یک مازوخیسم، این بیماران روانی شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل رو دادن. تمام پروژه تمدنی ایران که قرار بود ژاپن بشه در واقع ویران شد. حرفم اینه که خیلی حرف ساده انگارانه است. این رو مردم میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. هیچ صاحب اندیشه‌ای نمیتونه با این حرف ارتباط برقرار کنه. اینها میگن آنچه که آمریکا و اسرائیل انجام میده واکنش طبیعی نسبت به تخاصم‌جویی‌های ماست. اما تاریخ ایران معاصر، تاریخ جهان و تاریخ خاورمیانه مملو از شواهدی که ثابت میکنه غرب هیچگاه نسبت به کشورهایی مثل ما در واقع راهبرد مسالمت‌آمیز نداشته. یعنی یا ما هژمونی رو میپذیریم و تسلیم میشیم و همه قواعد بازی نظام جهانی رو بهش تن میدیم، یا به شدیدترین وجه سرکوب میشیم. غزه، فلسطین، ایران، یمن، لبنان، یعنی در واقع الجزایر در دوران استعمارهای گذشته، تونس، آمریکای لاتین. در صورتی که این آمریکا و اسرائیل هم که گذشته های دور همواره ملل گوناگون از جمله ما ایرانی ها رو مورد تخاصم قرار دادن.